والا من اگه بخوام توی نسله ایران بگم نمیتونم بگم که ما در زمینه HR دیجیتالایزدیم، ولی اگه بخوام نسل گلوبالی بگم به چه سمتی داره میره که ما خوشبختانه به خاطر وصل بودنمون به نسل و بخشی از نسل بودن داریم ازش بنفیت میبریم، اینه که چقدر دیتا وارد شده به منابع انسانی برای استراتژیک پلنینگ آینده. یعنی چی؟ یعنی وقتی بیزنس میاد دیرکشن 3 سال 5 سال آیندهش رو میبینه، کنارش پارتنراب کرده نسل با یه کمپانی که پیپل آنالیتیکس انجام میده، خودمون که اکسپرتش نیستیم، اون دیتا رو نگاه میکنه، میبینه به جهتی که داره حرکت میکنه به چه اسکیل ها و به چه رول هایی در آینده نیاز داره. این میشه اینسایتی که از مارکت بیرون میگیره و آنالیزی که از بیرون میگیره که ببینه که حالا اون اسکیلا و رول هایی که خودش دیده لازم داره بیرون هست یا نیست، اگه هست اکوایر کردنش چقدر سخته. و بعد ما اومدیم روی این آنالیزه یه مدل 4B 4 تا B تعریف کردیم توی نسله که اولین بیش بایه، دومیش باروه، سومیش باته و چهارمیش بیلده. یعنی چی؟ یعنی اون اسکیلا و اون رولا رو در واقع دسته‌بندی کردیم و تصمیم گرفتیم که کدوماشو میتونیم بیلد کنیم، یعنی کیپیبیلیتی بیسیکش رو داریم، یا میتونیم ریبیلد کنیم و فرصتش رو داریم که بیلد کنیم، کدوماشو باید بای کنیم، یعنی باید بیرون بگیریم، یعنی باید اکوایر کنیم اصلا نداریم، کدوماشو میتونیم بارو کنیم که حالا در عالم نسل اینطوریه که مثلا ساستینبیلیتی اسپشیالیستش کمه و ما احتیاج هم نداریم هر مارکت و هر کشوری یه دونه مقیم داشته باشه، میتونیم از اکسپرت ها استفاده کنیم، قرضش بگیریم. و بات هم یعنی اونجایی که تکنولوژی میاد و در واقع یه بخشی از اون جاب منوالی که تا الان آدم میتونسته انجام بده رو میگیره برای اینکه اون آدم ها آزاد بشن که اون کارهایی که سافت اسکیل انسانی لازمه رو انجام بدن. اینه که این به ما واقعا کمک کرد. ابزار دیجیتال چی استفاده